توجیکان شهروندان ما ششمین ملت شما چیکار میکنید این به ما چی لازم است عصبانیت وکیل شناخته دومای دولتی روسیه از آن است که با گفته او در 10 سال گذشته اجازه دادند تاجیکان زیاد شهروندی وطنش را بگیرند. 800,000 تاجیک در مدت 10 سال گذشته شهروندی روسیایی ما شدند. بسیار عالی. اکنون میدانید که عاقبتش چی شد؟ از روی تعداد ششمین ملت روسیه شدند. تاجیکان شهروندان ما ششمین ملت شما چیکار میکنید این به ما چی لازم است این گونه بیانیه ها در نشست خبری حزب روسیه عادل که روز 18 اوگوست صورت گرفته است فراوان بود. نشست هم پیامدهای اقتصادی و اجتماعی روندهای مهاجرت برای روسیه نام داشت که به گفته حاضران آن برای این کشور فلاکتبار بوده است. آنها با عرف و عادتها و دستورهای خودشان می آیند و روی راست بگویم به زندگی شهروندان ما خلل می رسانند. از نظر اقتصادی حضور مهاجران باعث به کاهش مزد کار می شود. با آنها مزد کم می دهند و بناهن به شهروندان خود ما هم که می خواهند آنجا کار کنند مزد کم می دهند. چرا ما این کار را می کنیم؟ چرا ما این را طاقت می کنیم؟ در روسیه بنا به آمار رسمی از 3 تا 4 میلیون مهاجر کاری از آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان کار اقامت میکنند. نیروی کاری ارزانی که کارفرمایان روسیه به آنها احتیاج دارند و با جان و دل به کار میگیرند، اما به قول اعضای حزب روسیه عادل آنها فوق العاده خطرناکند. سرگئی میرانوف که از سیاستمداران مهاجرستیز روسیه است پیوسته در دومای دولتی و یا رسانه‌ها مهاجران را بالای وانمود میکند که برای ویران کردن روسیه آمدند. چرا؟ потому что это очень удобно и безопасно. برای آنکه بسیار آسان و بی خطر است. وقتی سیاستمداران روسیه درباره مهاجران و مهاجرت بد میگویند، سیاست مهاجرتی را تنقید میکنند، با آنها کسی چیزی نمیگوید. از بس که در روسیه مهاجران لابی ندارند و افراد و سیاستمدارانی که حقوق مهاجران را حمایت کنند کم هستند، برای همین می توانید آرامانه مهاجران را تنقید کنید و امتیازهای علاوگی رای دهندگان و مردم را به دست بیارید. از این رو برای آنها آسان‌تر است که درباره مهاجران گپ زنند، نه مشکلات واقعی فدراسیون روسیه. همین نظر را حامی حقوق مهاجران در روسیه والنتینا چوپیک بیان داشت که او را محض برای صدا بلند کردنش درباره بی‌حقوقی مهاجران از روسیه راندند. مگر در روسیه زندگی همه خوب است؟ همه پول کافی کار میکنند، از آینده خود ترس ندارند؟ چنین نیست، مگر نه؟ برای همین ضرور است که یک گناهگار را پیدا کنند، زیرا مردم خواهد فهمید که گناهگار اساسی کی است. نادانترین ها درک خواهند کرد که گناهگار حکومت است. برای همین باید یک دشمنی خارجی ساخت که از دیگران بسیار فرق می کند و سبب همه مصیبت ها آنهایند. برای همین از مهاجران دشمن می سازند. دشمن تراشی از مهاجران کاری و بدنامسازی پیوسته آنها به گفته مصاحبان رادیو آزادی زندگی یک انسان عادی و کارگر با انصاف را گاه‌ها به دوزخ تبدیل می‌دهد. بنا به گزارش مرکز ساوا در روسیه که آمار جنایت‌ها در زمینه بیگانه ستیزی را جمع‌آوری و تحقیق می‌کند، تنها در ماه ایول در روسیه به 12 نفر به خصوص زادگان آسیای مرکزی حمله صورت گرفته است. از اول سال 110 مورد حمله به مردم غیر روس از جمله قتل یک نفر را ثبت کردند.